حادثه تیوی یک گروه فیسبوکی که ظاهرا به جای گروه قطع شده پرویز تیوی تأسیس داده شده است روز 14 ایون با لوگوتیپ پرویز تیوی دو ویدیو لحظه لطکوب یک دختر را در درون یک ماشین را نشر کرد. مؤلف ویدیو میگوید این حادثه شام 13 ایون تخمینا ساعت 18:03 در نزدیکی مرکز دیاگنوستیکا در شهر دوشنبه در داخل ماشین رقم دولتیش 9399 PB01 روی داده است. در ویدیو دیده می شود که راننده جوان ماشین از جای نشست راننده به قفو توپ خورده یک دختر را که در نشستگاه قفو نشسته است با مشت و شپاتی لطکوب می کند. این جوان با این اکتفا نکرده از داخل ماشین به سمت نشستگاه قفو گذشته به لطکوب دختر با شدت بیشتر ادامه می دهد. ظاهرا داد و فریاد دختر دقت راهگذران را به خود کشیده و یک زن راهگذر به پیش ماشین می آید تا بفهمد که در داخل آن چی می گذرد و چرا آن جوان آن دختر را با چنین بیرحمی زده ایستاده است. این زن به ماشین نزدیک شده حتی کوشش می کند که در ماشین را بگشاید ولی در از درون قلف بوده است. بعد این جوان زیاد شدن توجه اطرافیان به حادثه درون ماشین را دیده به نشستگاه پیش به کرسی راننده برمیگردد و بعد چند ماشین را از آنجا میراند و فرار میکند. سبب مناقشه این جوان و دختر در داخل ماشین ناروشن باقی میماند ولی بسیاری از کاربران بعد تماشای ویدیو لطکوب دختر نوشتند که این ویدیو آنها را به حالت شوک انداخت. آنها اظهار عقیده کردند که لطکوب زن یا دختر برای یگان مرد عملی زیبنده نیست و هیچ دلیل زوراوری نسبت به جنس لطیف را توجیه کردن نمیتواند. بسیاری ها به مقامات ملیس شهر دوشنبه مراجعت کرده خواستند تا این جوان بدرفتار را یافته جزا دهند. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه معمولا به حادثه هایی که مورد توجه جامعه قرار می گیرد فوراً واکنش می کنند.